Assalomu alaykum, hurmatli Behruz kanali kuzatuvchilari. Zohid polvon, Rustam polvon, qolgan polvonlar bilan Tojikiston kurashga kelganmiz. Xudo xolasa, juda katta kurashlar bor. Birin-ketin videolarni joylab boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. ورزشکار معتبر و نامآشنای تاجیکستان پرویز عبدالرحمانов شهر دوشنبه، ورزشکار ناحیه رودکی غزلشاه دولتشاه، هنرنمایی هر دو پهلوان در میدان بهارستان رودکی چون آینه روشن جلو داد. جمع داوران و دستاندرکاران خلاصه‌شان همین شد: автомашин سبکروی استحصال ژاپن، تحفه هر دو پهلوان. نامش گوید چی بود؟ نامی سوزوکی. و هر دو بخت و سعادت اقبال یار میدان از زینت دو آخرین کار و کوششتان ثمرآور باشد. آمین. سلامت باشید. داور دور گردو داوری صفیالا عبدالله بود اون طرف برای نورا جای پرویز و جای غزل آزادتر ماند که گشتیشون خوب جریان گیرد. دستتون درد رو نبیند و هر دو برای کار. و سهراب محمدی و شیرزاد برادران ارجمند امینوفا، شیرزاد امینوف، خیر مقدم حضورتون. مهمانانی برنامه والا مقام رو دیگر خوش آمدید میگوییم. اکنون که خیلی شد بعد این مرده که صاحب میدان هم مجبوره که بعد عقب نشینی کنه، خودش از این ورتر رها کنه. سابقه‌داران دکتر پیامدی، خال محمد طالب و استادی ما، صدرالدین عابدوف، خیلی شخصی محبوب، مظفر زمانایوف، رستم نظروف، صابر سلیمانوف، چهره هایی که مستقیم امینوف، اکای خیرالله ارجمندی ما، همه تونه با ایدی با شکوهی که عرض تشکر به حاجی محترم سیدالدین اکراموف، قهرمان جهان، اولین فردی که در سنبای رسمی با خزینه ورزش تاجیکستان مدال طلا آورد. اولین فردی که با سعی دهتم و نورالله لایق و چندی دیگران هنرنمایی کردن. چند لحظه مراسم جایزه سپاری برگزار می‌گردد به حضور معاون رئیس ناحیه رودکی، عالی اداره شخصیت‌های محبوب ناحیه رودکی و خاصه افراد ورزش‌دوستی که امروز رئیس محترمه از نام رئیس ناحیه رودکی و پهلوانی گرانوزن معتبر تاجیکستان غزلشاه دولتشاه برای ورزشکاران شهر پهلوان تحفه ارزشمندی نوروز بین المللی
با اسماعیل زاده سراینا معاون رئیس حکومت ناحیه رودکی برای تشریفشان در تنتنه مراسم جایزه سپاری این شهرتمند سپاس و تشکر می‌گوییم و جمع مهمانان را بار دیگر با دهه آوازدار و مهمان نوازی بهارستانی ناحیه پهلوان رودکی خیر مقدم و خوش آمدید می‌گوییم. سامان کشورزاده پهلوان ارجمند قامت بلند رشتان زمین گو و ما گرفتیم این کار کردیم چیزی طلب دلشون بود محبت همینا افزون و زیاده شد و همه سفید عاقبت کارشون را بخیر گردانه میدان زینتیان اکرام و عزتی ایبا شکوهمن کنن کسی که رفیق شد به تخت پوش زد اسب کتل کرده و زادگاهش بره اختصار کنیم بهارستان های نه زاده دهه بهارستان محمد بختیاری خالی برافو انایی را پرتاب میگنه بچه خیلی حساس پهلوانی ارجمند 19 ساله 18 یک سال پیش رفتم غالب شد آفرین محمد قربان انا جورا کورا یکم نقشه غیرت میبوزه برادر عزیز معلم یکم نقشه غیرت میبوزه این غیرت فروتنی باوری اعتماد که در نهادت اوج گرفت بعد برای سهراب میای انا اینه پرویز میگن عبدالرحمانов فرزندی دیار ورزشگری آینده‌دار کشور با خلعت کبود و یکی از استادان برجسته گشتین ملی از شهر وحدت سهراب محمدی آنمو برنده جامی آسیا میانی نورسان در جودو انا همین قشنگی دهه بهارستان انا بلال از کاولینگ آمد و پهلوانی که رفیقی ششم محمد می شود چی میمانید؟ انمی بچه جام بالای سر برداشت مدال طلا رو با گردن آویزان کرد این بزرگترین کاری که در حیات نورسی شد اکی بچه که خوالینگی هم گشتگیری نگذه ای خسکی مسکی ها داخل نمیشه و هر روف سازی اونا انگوشی روف این کلاس نگذه است گشتین این هم دیدگیم هر میدان هنرنماییشون خدا با کسی داد هر زفری آرش هر محمد هم جوان مرده بلال هم همچنین بازی بسه Perfecto.